سلام دوستان گرامی در صفحه بی بی سی در بخش تکنولوژیش یک خبر دیروز پخش شد که وزارت خزانه که در داخل وزارت خزانه بخش اقتصاد زی سکرتر زینا اندرو گریفیت است. اونا اعلان کرده که بریتانیا پلان داره که پوند دیجیتال جور کنه و در پهلویش استیبل کوین جور کنه تا بتونه در پرچون و عمده فروشی در وقتی که پیمنت پروسس میشه در دنیا از دیگه کشورها پس نمونه تا بتونه که در این تکنولوژی دیسراپتیو تکنولوژی که میگه که یک چالش است، در این باید ما حصه عمده داشته باشیم. اگرچه اندرو گریفیت سکرتر اقتصاد است، این میگه که ما در بریتانیا میگه که ما پلان داشتیم که از دیگرها پیشتر باشیم، اما معلوم میشه که هنوز ما با اون چیزی که میخواستیم نشدیم. ولی به معنای از این نیست که ما بهترین نخواهیم بود، کمی دیرتر میم اما بهترین میباشیم. به خاطر ازی میگم ما پلان دارم به خاطر بریتانیا ما یک پوند دیجیتال جور کنم و استیبل کوین. ما کوتاه بر شما تشریح میتونم که استیبل کوین او پولی را میگه مثل تدر واره که پردیکتبل است، پیش بینی میشه که در اینی وقت قیمت ازی فکس است و بنیاد از او دلار است یا طلا است. فلهذا باید دیجیتال پوند هم داشته باشه و طلا هم داشته باشه. وقتی که ما دیجیتال پوند میگیم به معنای از این میاد که امی پول موجوده که در کاغذ است ایره برای شما برقی میسازه، دیجیتال میسازه. هر جایی که شما میرین بدون زیره که او را شما در عملا فیزیکی در دست داشته باشین، او در مو والت موبایلتان می باشه یا در هر جایی که شما برقی اکاونت دارین در اونجا او با شما می باشه. در هر نقطه دنیا شما از او استفاده کرده میتونین. هدف دولت میسته که از این استفاده خوب مردم هم کنه تا اینا هم بتونن تکس جمع کنن و در این صنعت از دیگرها پشت سر نمانه. به او خاطر اینا کوشش دارن که هم استیبل کوین جور کنن و هم دیجیتال پوند. دوستان گرامی، شما میفهمین وقتی که کریپتوکارنسی میخرین شما با استیبل کوین ضرورت دارین، مثل تتر ای یا دیگه استیبل کوین هست. برتانه امی پلانش هست. وزیر اقتصاد انگلیس اندرو گریفیت ایران گفته که بانک مرکزی اروپا در 2021 پلان جدی گرفته و این پلانشان در 2024 مکمل میشه که اونا هم یک دیجیتال یورو داشته باشه تا بتونن که مردم در اروپا از دیجیتال یورو استفاده کنه. پیشتر اندرو گریفیت گفته که در چین اگر شما ببینین چین هم در این تکنولوژی چالش که است برای تمام دنیا، در این بسیار زیاد رول مهم داره و میخواد که پول یوان چین او دیجیتال کنه که در بیجینگ و شینزا و شنجن شهرهای مشهورشان اینا این کار تست هم کرده رایستن، در حالت تست است. به این خاطر اینا میگه که یکی خو ما باید از عملا از کاغذ خلاص میشیم و در پهلویش ما میتونیم که استیبل کوین هم جور کنیم و پیمنت پروسس که در تمام سرحدات دنیا میشه از این ما بهره داریم و با اروپا هم در مقابله باشیم، بانک مرکزیشون، و با چین هم ما باید در مقابله باشیم. در ضمنش اندرو گریفیت گفته که به خاطر ازی که ما یک بهترین باشیم در این مارکت، ما برای تحقیق و تجسس بسیار ضرورت داریم. به او خاطر ما 6 میتینگ یعنی راوند تیبل دیگه داریم با متخصصین ای صنعت تا بتونیم که دیجیتال پوند یا استیبل کوین که مطابق طلا باشه، گولد دیگه. به او خاطر ای راپور ما بر شما تهیه میکنم دوستان گرامی، چرا که بریتانیا گفته که ما باید در مارکت از دیگرها اگر پیشتر نمی بودیم هم باید تا یک حد می باشیم که از دیگرها کده در مو سرحد باشیم که باید از دیگرها کده پس نمانیم. پس اینجا ثابت میشه که دیجیتال پوند از اینا هم یک جزء بسیار مهمه که اضافه کرده او استیبل کوین است که ما شما در 2 سال گذشته درباره استیبل کوین دیدیم که تدر یک کرنسی است که شما اگر او را داشته باشین میتونین که دیگه ارزهای دیجیتال بخرین. اگرچه استیبل کوین های بسیار زیادی دیگه هم هست، اما اینجا دیجیتال پوند هم میخواد که از خود استیبل کوین داشته باشه تا بجای از که مردم میره تتر میخره، چرا استیبل کوین انگلیس نمیخره، هر نامی که سرش میمونه او در وقت آینده ما میبینیم که ای چقدر رول مهم خواهد داشت. اما چون که بریتانیا سکرتر اقتصادشان در وزارت خزانه به این معتقد است اندرو گریفیت که این یک صنعت بسیار چالش است، در این چالش ما باید از دیگرها پس نمانیم و بتونیم مثل چین و اروپا خود موفق بسازیم و از این خاطر اینا پلان دارن که دیجیتال پوند جور کنن. دوستان گرامی،
این راپور بسیار ما براتون مختصر جور کردم تا از اراده براتون شما خبر باشین که در دیجیتال پاوند و استیبل کوین اینا هم بسیار زیاد دلچسپی داره. روز خوش براتون میخوایم.